موضوع گذشته چی بود؟ بچه ها ما امروز املا می نویسیم در موضوع گذشته در موضوع وطن یا درس امروزه از دیگر درس ها فرقیت دارد. فرقیتش در آن است که نفری که املا را به بهای خوب و اعلا می نویسد او را من همین گونه تحفه انتظار است. خدا جان، تو از کمبودی زندگی ما و از کمبغلی و دستکوتویی پدرم با خبری. برای خریداری لباس های زمستانه برایم کمک کنم. این مزجه ها را نصیبم نما. بچه ها شما رو افتاده نکنید زیرا که از درس آینده تحفه پسر رو نمیگیریم. خب بچه ها دو ورقه گیرید شروع میکنیم. خب بچه ها تاریخ امروزه موضوع را نویسید شروع میکنیم. وطن و مادر هم معنا می باشد چنانه که هر انسان یک مادر دارد، همچنین یک وطن دارد. یک مادر دارد، همچنین یک وطن دارد. خب نوشته شدیم، همه تیار؟ سردار سین فرقه جمع کن. خدا جان، آهی من کم بغل رو شنو این موزچه ها را نصیبم نما تا از خونو خوردنی پاچه هایم خلاص شوم. بچه ها خاموش. بچه ها درس امروزه ما تمام. غالب این تحفه را پگاه معین میکنیم از روی بهاها. سلام بچه ها. چی در خب بیاید دیگر دیگه نمیدونم. خب بچه ها بها معین شد. بهای همه اتم 5، غالب همه اتم، ولی شرط این گونه بود. تحفه یک تاست. از سببی که تحفه ما دخترانه هست
تنها دخترها نامهای خودتان را در ورقچه نام نویس کرده. تنها دخترها، پسرها نه. ما گفتیم که برای پسرها از درس دیگر توفه تیار میکنیم. فقط دخترها نامهایتان را در ورقچه نوشته و قوطیچه میگذاریم. از قوطیچه نام هر نفری که برآمد صاحب توفه همون میشود. نامهایتان رو در ورقچه نوشته؟ بله. سردار سین؟ سردار سین. آن همین قوطیچه رو گرفته ورقچه ها رو جمع کن. حاضر غالب معین می شود. ما یک ورقچه رو میگیریم، هر نفری که برآمد غالب ببرید. خب غالب ما فرخنده رجب بود. بچه ها به همین درس امروزه ما تمام. به همه جواب را فرخنده جان. چه پند بزرگی بود برایم. این کودکان با وجود خردسالی از احوال همدیگر تا به این اندازه با خبرند. من که علم و آدمی می آموزانمشان در غفلت بودم. زندگی گاهی در عمل نیک خردسالان برای ما بزرگان پندها می آموزد.